علیکم. السلام علیکم. دختری خاله چخیل شما نق سلامتی و خوب دیوانه می شما؟ حتیما این خیل کب نزد دختری خاله یه صدقی آدم گریش چه گفت؟ تعریفت کرد. چه خیلی تعریف کرد؟ گفت رنگی سیلویستر استالونی بدهی. خیلی که باشه دختری خاله که جورا برگول کردم. ناش بده. سبزه رمیشون سبزه. خوششانه پررانه علی کمیس. سبزه خوششانه پررانه پسرانم نامتون چی؟ این با همون دختری خاله را خش پیش ای چی بالا؟ نمیدونم چون؟ سن سالت به چند در آمدگی؟ ای پرکروری نه میخواستم فهمم که شما به چند در آمدگی؟ او با سین سال ما چی کار داری؟ ملیسا نباشی؟ بله من ملیسا نیستم. ملیسا نه از اینجا دورتر خود را به نادانی زده ایستاده است. نه اکا پرسندت موندیان. خودت چی کارایی؟ من راهگذر. او راهگذر که باشی برایت گذشتن بگی یا که ما گپش ندادیم علمش کرد. خیلی مثال میگیرم که سین سال ما 30 ساله بعد چی؟ حیف سن سال. ابن سینا در سال شمایان کتاب القانون را نوشته بود. نفهمیدم چی گفت نفهمیدم. میگه کی؟ میگه 30 ساله اینه که قانونی قاعده های نویه سینا را نمیدونه. مرا گنده خفه کردی. جامیک جون برداروش میبرداره مشده. تنجیمی؟ اوه من نگاه کنید چی گپ شد؟ یه مرده که دو پا تو روز سنین سالتون یک جا برسیدگی آخه نخواه که همین سرتون به سر گرگای قدی کوچه مانده قدی همون بحث کنید اوه وای نصیحتی اتشا گوش نمیکند گپش باید چیکار میکند وای اما ملیسا چی شد؟ دیدی که مرا گفته ایستاده دیدم شروع دیدم برای چی به یارش تاب نکردی؟ یا توبه تهمت میکنید ها؟ خیلی جمع کنید روز با بوله محکم نکنم خودی بدمستا برای خواب کرده کاغذ دیلا و دفتر بینه نکن دیدم یک پروفسور گذشته همونجا سرش به هم سری بچه های قدی کوچه مانده همون نصیحت کرده ایستاد ای اینا نصیحتی پدری خودشونو گوش نمیکنن محتاج به نصیحت شما نیستن فهمیدید می؟ برای چی به یاری نامده؟ یا توبه اینجا تریتوری من نیست تریتوری دیگر آدم اگر تریتوری من باشد از راه اون طرف فهمیدید می؟